زنها و اطفال هم هست، نمی‌دونم چقدر هستند. صبح دوشنبه در کابل با یک حمله خونین آغاز شد. حمله کننده انتحاری که سوار بر موتر نو کرولا بود، ساعت 7 صبح مواد انفجاریش را در ساحه گلایی دواخانه در مربوطات حوزه سیوم امنیتی در نزدیکی خانه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی انفجار داده است. چی حالت است؟ غیر از اینمی 4 تا کاغذی که بسیار ضروری بود البته گرفتیم کشیدیم دیگه تماما سوخته، هیچ چیز بنیاد نمانده. 2 تا موتر میسوختن، هر طرف جسد افتیده بود، دکان‌ها آتش گرفته بود، میسوختن، وحشت بود، همه میدویدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در این حمله 24 تن کشته و 42 تن دیگر زخم برداشتند. گزارشی که ما داریم هنوز معلومات ابتدایی است. 24 نفر در این حمله شهید است و 42 نفر مجروح. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت این حمله را نیکویش کردند. از سوی هم طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا دارند که کارمندان ریاست امنیت ملی را هدف قرار دادند. این حمله دکان‌ها و خانه‌های نزدیکش را کاملا یا قسما تخریب کرده است. حمله انتحاری دقیقاً در این قسمت صورت گرفته. قسمی که شما هم در تصویر می‌بینید، این حمله انتحاری در کنار تلفات خسارات هنگفت هم در پی داشته. چنانچه شما هم می‌بینید دکان‌های نزدیک محل رویداد و خانه‌های نزدیک کاملا تخریب شده و شیشه‌هایشان از هم فرو ریخته. زخمیان و اجساد به شفاخانه‌های استقلال، امرجنسی و ابن سینا منتقل شدند. برخی از زخمیان این رویداد چشم دیدهایشان را چنین میگویند: برآمدیم باز خونم زیاد میرفت، کامکارم پس مرا کشید داخل اتاق، نماند بیرون برم دیگه. باز پسان زخم گرفتم که دستمالم گرفتم برآمدیم. قربانیان این رویداد همه غیر نظامیان گفته شدند. از حمله انتحاری صبح امروز 12 کشته و 16 زخمی تنها به شفاخانه استقلال کابل انتقال داده شدند. دکتران شفاخانه میگویند که وضعیت صحی شمار زخمیان وخیم است و تا حال 2 تن از زخمیان در این شفاخانه جان باختند. نورالله شایان، رادیو آزادی، شفاخانه استقلال کابل.